اگر در شرایط سخت و خطرناکی زندگی می‌کنید و نیاز به حمایت بین‌المللی دارید، ویزای بشردوستانه استرالیا هیومانیتریان ویزا میتونه راه نجاتی برای شما و خانواده‌تون باشه. مرحله اول شرایط لازم. برای اقدام باید در کشور خود یا کشور سوم در شرایط خطر، تعقیب، تبعیض، تهدید جانی یا عدم امنیت زندگی کنید. معمولا این ویزا مخصوص افرادی که تحت فشار سیاسی، مذهبی، قومی یا جنسیتی قرار دارند. مرحله دوم داشتن اسپانسر در استرالیا. در اکثر موارد شخصی که دارای اقامت دائم یا تابعیت استرالیا است میتونه شما رو حمایت کنه. مرحله سوم متقاضی اصلی باید فرم 843 رو به دقت پر کنه و اطلاعات شخصی، خانوادگی و دلایل پناهجویی یا نیاز به حمایت رو شرح بده. ضمیمه کردن مدارک معتبر مانند برگه سرشماری، کارت شناسایی، اسناد تهدیدی و گواهی‌های بین‌المللی بسیار موثره. مرحله چهارم ارسال مدارک به آدرس اداره مهاجرت استرالیا. مدرک باید به صورت پستی از طریق DHL یا TNT به آدرس مشخص شده در فرم‌ها ارسال بشن. هر گونه نقص یا اشتباه در مدارک ممکنه باعث رد شدن یا تأخیر در پرونده بشه. مدارک مورد نیاز: اگر در ایران، افغانستان یا کشور سومی هستید و مدارکی مثل کارت سرشماری، پاسپورت، مدرک تحصیلی یا درمانی دارید، لطفاً همه رو آماده کنید. اگر اسپانسر در استرالیا ندارید، همچنان میتونید با کمک سازمان‌های بین‌المللی مثل UNHCR پیگیری کنید. لینک های مهم برای دانلود فرم ها و اطلاعات برای شما نمایش داده میشه.